خیلی خب بچه‌ها، بعد از اینکه توی جلسه قبلی راجع به ایزوتوپ ها صحبت کردیم و حالا جلسه قبلیش هم راجع به تئوری های اتمی صحبت کردیم، این جلسه میخوام یک مقدمه، یه اینتروداکشنی نسبت به جدول تناوبی یا جدول دوره‌ای هم بهش میگن بهتون بدم. این جدولی که اینجا میبینید جدول تناوبی کامل نیست و الان روی صفحه من جدول تناوبی کامل براتون میذارم. خواهشاً اینو یه اسکرین شاتی چیزی ازش بگیرین و همیشه کنار خودتون داشته باشین، چون که خیلی به کارتون میاد. خیلی این الان جدولی که من اینجا گذاشتم ناقصه، ولی تقریباً در واقع از عمد این کارو کردم، به خاطر اینکه حالا درسته زیاد تختم جا نداشت، ولی کلا بیشتر از این خیلی به دردتون نمیخوره. یعنی حفظ بکنید، یاد بگیرید و این داستانا خیلی به دردتون نمیخوره و همینقدر کافیه. ولی باز میگم نسخه کاملش رو براتون روی صفحه میذارم و از اون حتما یه اسکرین شاتی چیزی بگیرین داشته باشین. بریم وارد بحثمون بشیم. خب بچه‌ها، جدول تناوبی ما از 7 تناوب یا دوره مختلف که اینجوری به شکل افقی در واقع هستن قرار گرفته و 18 گروه مختلف داره که حالا اینجا گروه 3 تا 12ش همین جزء فلزات واسطه میشه که در ادامه راجبش باهاتون صحبت میکنم، خیلی مهم نیستن. این 18 تا ستون رو ما بهشون میگیم 18 تا گروه و اعضای هر ستون رو با همدیگه یک گروه در نظر میگیریم. چرا این کارو میکنیم؟ ما وقتی معمولا یه چند تا مثلا حالا چند تا چیز مختلف، چند نفر رو یا چند تا شیء مختلف رو توی یه گروه قرار میدیم که یک سری ویژگی‌های یکسانی با هم دیگه اینا داشته باشن. توی جدول تناوبی هم همینه. وقتی ما ازتون میپرسیم که مثلا دنبال اتمی بگردید که ویژگی‌های شیمیایی تقریبا یکسانی با فلور داره، شما اولین حدس‌هایی که ممکنه بزنید اینه که، یعنی اولین حدس‌هایی که بهتره بزنید اینه که برید توی همون گروه خودش و اونجا دنبال یه سری اتم بگردید. این الان من نگاش میکنم شبیه 19. ببین ماژیک مشکیه رو بیارم. مثل میکنم بعد نوشتم برات. این 17. خب اینو داشته باشم، همین ماژیک دستم بمونه. سر همین میگم جدول تناوبی رو به دوره ها و تناوب های مختلفی تقسیم میکنن و همچنین به ستون ها یا گروه های مختلفی اینها رو تقسیمش میکنن. علاوه بر در واقع تقسیم بندی از لحاظ این که مثلا چه اتم هایی توی یک گروه قرار دارن، جدول تناوبی ما از در واقع 2 بخش مختلف تشکیل شده که بذارید من با در واقع ماژیک اینو براتون جداش بکنم. ببینید حالا این بخش، میگم بخش بزرگتریه، من اینجا یه سری اتم ها رو نیاوردم و پایینترش حالا لانتنایت ها و اکتینایت ها رو هم براتون نیاوردم، اما اینجا ما یک مرزی در نظر میگیریمش. بذارید من بیام. خب اینی که اینجا براتون قرمز کردم یک مرزی هستش که ما میگیم هرچی پایین و سمت چپ این مرز باشه فلزه و هرچی بالای اون باشه نافلزه. ممکن براتون سوال پیش بیاد، پس حالا از قبل ممکنه اسم شبه فلزها رو هم دیده باشید. شبه فلزها توی همین در واقع خط، توی همین محور این خط قرار دارن. سیلیسیومی که یه نکته راجع به سیلیسیوم بخوام بهتون بگم، سیلیکون اگه شنیده باشید، مثلا کاور سیلیکونی موبایل اگه شنیده باشید، همین سیلیسیومه. یعنی انگلیسی به سیلیسیوم نمیگن سیلیسیوم، میگن سیلیکون. خب اینو داشته باشید. سیلیسیوم، ژرمانیوم، آرسنیک اگه اشتباه نکنم، قلعه و حالا یه سری چیزای دیگه که در ادامه بیشتر راجعش باهاتون صحبت میکنم. اما نکته‌ای که میخوام بدونید اینه که پایین این و سمت چپ این هر چی باشه فلزه، به جز یه استثنایی که باز بهتون میگم، و بالا سمت راست این هر چی باشه نافلزه. سر همین هر وقت ازتون پرسیدن که مثلا سدیم که نماد شیمیاییش Na هستش فلزه یا نافلزه، شما میگید سمت چپ و در واقع پایین قرار داره، پس فلز هستش. یا اگه ازتون پرسیدن آرگون مثلا فلزه یا نافلز، خب اینجا میبینید که سمت راست هستش و نافلزه. خب بچه بعد از اینکه راجع به فلزات و شبه فلزات صحبت کردیم، بهتون گفتم که جدول تناوبی ما از گروه‌های مختلفی تشکیل شده و از تناوب‌های مختلفی هم تشکیل شده. تناوب یعنی چی؟
یعنی یک چیز تکرار پذیر. چرا ما بهش میگیم تناوب؟ حرکت در واقع زمین حالا به دور خودش رو اگه در نظر بگیرید، بالا اومدن خورشید یک اتفاق تناوبیه. چجوری؟ روز که تموم میشه شب میشه، بعد دوباره که صبح میخواد بشه خورشید میاد بالا، آخر شب میره پایین، دوباره خورشید میاد بالا و آخر شب میره پایین و این به صورت تناوب همش در واقع اتفاق میفته. اتفاقی که توی جدول تناوبی هم میفته دقیقا همینه. ما یه گروهی داریم، گروه 18 ما، که بهش میگیم در واقع عناصر چی بهش میگفتیم؟ نوک زبونمه. به انگلیسی بهشون میگیم اینرت یا نجیب، گازهای نجیب بهشون میگیم، و هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، ژنون و رادون که حالا راجع به باهاتون صحبت میکنم. بحثم یه چیز دیگه است. وقتی ما میگیم یک تناوبی داریم، توی تناوب اول از هیدروژن شروع میکنیم میرسیم بوم به در واقع هلیومی که گاز نجیبه. دوباره تناوب دوم رو شروع میکنیم میرسیم بوم به نئونی که گاز نجیبه. توی تناوب سوم بوم آرگونه، بوم کریپتونه، بوم ژنونه و آخری هم رادون. سر همین وقتی توی یه تناوب حرکت میکنیم به صورت تناوبی یک سری چیزا برامون تکرار میشن. سر همین ما اسم تناوب یا دوره رو براش میذاریم. اما توی گروه، حالا راجبش در واقع توی ویدیوهای قبلی باهاتون صحبت نکردم، اما وقتی مثلا چند تا پروتون و نوترون در واقع اتم ما داشته باشه، مثلا وقتی حالا اون ابر الکترونی رو در نظر بگیرید، تعداد الکترون های ظرفیت یک گروه مثلا با هم دیگه برابره، که حالا احتمالاً اینا رو نمیدونید چیه و در ادامه بیشتر راجبش باهاتون صحبت میکنم. بریم نامگذاری چند تا از گروه هایی که باید بدونیم. در واقع 4 تا گروه هستن که باید اسمشون رو بلد باشیم. بریم نامگذاری اونها رو با هم در واقع کار بکنیم. خب بچه‌ها، من بهتون گفتم که این جدول تناوبی که من براتون کشیدم جدول تناوبی کامل نیست و دوباره همینجا یه بار دیگه عکس اون در واقع تصویر جدول تناوبی کامل رو براتون میذارم. برای بار سوم درخواست میکنم ایشالله که اسکرین شاتتون رو تا الان دیگه گرفته باشید. اینی که گفتم بهتون کامل نیست، حتی همه این رو هم باز نیاز ندارید. از این 18 تا گروهی که من بهتون گفتم، 4 تا گروه رو باید اسماشون رو بلد باشید. یه سری گروه های دیگه هم هستن که اسم دارن، مثلا این گروه 16 که اکسیژن و گوگر داخلش هستن، اون برای خودش اسم داره که حقیقتا من الان خودم هم اسمش رو یادم نمیاد و شما هم نیاز ندارید یاد بگیرید. گروه اول، دوم، یعنی در واقع دوتای سمت چپ و دوتای سمت راست رو حتما باید بلد باشید. گروه اول رو ما بهش میگیم فلزات قلیایی، یا حالا بذارین همین زیر براتون در واقع یادداشتش میکنم، بهش میگیم alkali metals. و توی گروه دوم ما فلزات قلیایی خاکی رو داریم یا بهشون میگیم alkaline earth metals. و توی گروه 17 هالوژن ها رو داریم و توی گروه 18 هم که همونطور در واقع همونطور که بهتون گفتم گازهای نجیب رو داریم. بریم دونه دونه راجع به هر کدومشون صحبت بکنیم. گروه اول یا فلزات قلیایی خاکی. یه نکته‌ای می‌خواستم بهتون بگم، خوب شد الان یادم افتاد، یادم رفته بود. این مرده رو که بهتون نشون دادم و گفتم سمت چپش هرچی باشه فلزه. اتم هیدروژن برای ما استثناست و چون حالا بر اساس ساختاری که داره اونجا قرار میگیره نافلزه، ولی اون قسمت قرار گرفته و جزء در واقع گروه فلزات قلیایی، داخل گروه فلزات قلیایی هست، ولی هیدروژن نافلزه. این استثنا رو یادتون باشه. به جز هیدروژن ما لیتیوم رو داریم، سدیم رو داریم، پتاسیم رو داریم، روبیدیوم، سزیم و در نهایت اتم فرانسیوم که خیلی اتم رادیواکتیو هستش. اگه دقت بکنید فرانسیوم خیلی به فرانسه شباهت داره و حالا اگه دوست داشتید برید ببینید چرا اسمشو گذاشتن فرانسیوم. نکته‌ای که راجع به این در واقع فلزات قلیایی لازمه بدونید اینه که اینها به شدت با آب واکنش پذیرن و واکنش‌های انفجاری میدن. حالا ممکنه با خودتون بپرسید مثلا من یه تیکه آهن رو انداختم داخل آب چیزیش نشده، فلز بیاد با آب واکنش بده. آره، این فلزها خیلی با آب واکنش پذیرن. گروه اول تمام شد، میرسیم به گروه دوم یا فلزات قلیایی خاکی. با بریلیوم شروع میشه، منیزیم، کلسیم و حالا باقیش دیگه مهم نیست براتون
ننوشتم. منیزیم و کلسیم رو باید یاد بگیرید. یه سری هم در واقع حالا شما که نمیتونید، خودم یادم باشه در واقع دونه دونه این اتم‌ها رو براتون بخونم و حالا یه سری اعداد اتمی که دارن رو بهتون بگم، اعداد آره دیگه اتمیک نامبرشون رو بهتون بگم. عدد جرمیشون خیلی مهم نیست، توی همون در واقع جدول تناوبی که براتون گذاشتم هست. حالا اگه خیلی براتون سوال پیش اومد میتونید توی گوگل هم سرچ بزنید، اینطوری نیست که خیلی حفظ کردنش لازم باشه. گروه دومی که بهتون گفتم فلزات قلیای خاکی ان، اینا هم باز با آب واکنش پذیر هستن اما نه به اندازه گروه اول. و در نهایت این دو تا گروه سمت راستیمون فلور، کلور، بروم، یود و استاتین اگه اشتباه نکنم، اینها جزو هالوژن های ما هستن. و در نهایت گروه 18 ما میشه هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، زنون و رادون که بهتون گفتم اینا گازهای نجیبن. چرا بهشون میگیم گاز نجیب؟ به خاطر اینکه حالا اصلا ویژگی که اومدیم اینا رو همه رو توی گروه گذاشتیم اینه که اینا از لحاظ شیمیایی خیلی خیلی غیر فعالن و به شدت در واقع کم واکنش میدن، یعنی تقریبا میشه گفت هیچ وقت واکنش پذیر نیستن با سایر اتم ها. همین من تقریبا میتونم بگم همین مقدمه برای جدول تناوبی کافیتونه. بذارین یه نگاه خیلی ریزی بهش بکنم و اگه چیزی یادم نیامد بهتون بگم که این ویدیو در واقع به اتمام رسید و ممنون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین. در جلسات آینده میریم نامگذاری یک سری مولکول ها و ترکیب ها رو با هم دیگه تمرین میکنیم. بچه‌ها ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش بکنین. سوالی اگه داشتین برام توی همین بخش کامنت ها کامنت بذارین. اگه میخواین در واقع ویدیو بعدی رو از دست ندین و حالا براتون نوتیفیکیشنش بیاد یا هر چیزی، اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید. هر سری من ویدیو جدید بذارم یه نوتیفیکیشن براتون میاد و میگه که مهراب علیپور ویدیو گذاشت، بیا ویدیو رو ببین. همین، دمتون گرم، خیلی مخلصیم. یا علی، خداحافظ.